و این فکر خطا هست که باید به شوهرت عاشق باشی، باید شوهر خیلی زنی خود را دوست دارد. خیلی ها هستند میگویند من دوست میدارم اما ظلم میکنند. برعکس، وقتی که آدم و آدمگری هست، وقتی که انصاف است، وقتی که مهربانی هست، انا اونجا شما میتوانید خانه‌تان بنیاد باشد و خانه‌تان آباد و آرامش یابد. بر این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی خواستگار آمد که اخلاق دارد و دین دارد، دختر خود را بدهید. به پول او نگاه نکنید، به تا چه اندازه دل اینها به همدیگر چسبید نگاه نکنید. دین باشد و اخلاق باشد، اینها به همدیگر ظلم نمیکنند، اینها به همدیگر صبر میکنند، اینها از خطاگی همدیگر چشم میپوشند. اما دین نیست و اخلاق نیست، اونجا شهوت است، اونجا منی هست، اونجا خواسته من هست، اونجا من چی خواهم آن میشود هست. هزار بهنام عشق و دوستداری باشد هم آن خانه دیر دوام نمیکند